مادری پیری بود، یگانه پسر داشت و آن پسر را که با صد آرزو و هوس کلان کرده بود خانه‌دار می‌کند. روزی پسرش از کار می آید که زنش از مادرش شکایت کرده میگوید که مادرت بسیار میخورد. پسر به همسرش قول میدهد که مادرش را از خانه میراند و دستورخوان 4 دانه نان و 4 دانه زردآلو میپیچاند و مادرش را به جنگل برده میپرتاید. بعد 2 روز میرود میبیند که مادرش نان را خورده است و زردآلو را مانده است. میگوید چرا این را نخوردی مادر؟ مادر در جواب میگوید یکی تو به نزدم می آیی گفتم و در راه گرسنه شده ای برای تو ماندم. پسر گریان می شود و از مادرش بخشش می پرسد. مادر که بزرگ است پسرش را می بخشد. برادران خواهران به قدر مادر برسید، چرا که بزرگان گفتند پسر رو قدر مادر دان که داییم. کشد رنج پسر بیچاره مادر، برو بیش از پدر خواهش که خواهد تو را بیش از پدر بیچاره مادر. ز جان محبوب تر دارش که دارد ز جان محبوب تر بیچاره مادر. نگهداری کند 9 ماه و 9 روز تو را چون جان ببر بیچاره مادر. از این پهلو به آن پهلو نغلطد شب از بیم خطر بیچاره مادر. بشوید کهنه آر آید نوت را چو کمتر کارگر بیچاره مادر. اگر یک عطسه آید از دماغت پرد هوشش ز سر بیچاره مادر. اگر یک سلفه بی جا نمایی خورد خون جگر بیچاره مادر. برای آن که شب راحت بخوابی نخوابد تا سحر بیچاره مادر. میخواهم برگردم به روزهای کودکی، آن زمانهایی که پدر تنها قهرمان بود، عشق تنها در آغوش مادر خلاص می شد. بالاترین نقطه زمین شانه های پدر بود. بدترین دشمنان خواهر و برادرهای خودمان بودند. تنها دردم زانوهای زخمیم بود. تنها چیزهایی که می شکست بازیچه هایم بود. و معنای خداحافظی تا فردا.